مخلوق برباد داد، پرستیش خدا را به ما یاد داد، پرستیش مخلوق برباد داد. و من سرور است او و من سرفراز، و این سرفرازی کنم من فدای محمد دل و جان من، که او گشته باعث ایمان. فدای محمد دل و جان من، که او گشته باعث ایمان من. همه روز من روز مولود اوست، همه شکر او معبود او. همه روز من روز مولود او، همه شکر او معبود اوست. گویی که مولود و بدعت بود، کسی داردش تو علی ذلت بود. تو گویی که مولود و بدعت بود، کسی داردش تو علی ذلت بود. اگر این چنین است و دعوای تو، بگویم به هر دو جهان وای تو. اگر این چنین است و دعوای تو، بگویم به هر دو جهان وای، به هر دو جهان وای تو. تو از اهل عرفان و حکمت نی، نه از اهل دین و ملک امت نی. تو از اهل عرفان و حکمت نی، نه از اهل دین و ملک امت نی. فدای محمد دل و جان من، که او گشته باعث ایمان من. فدای محمد دل و جان من، که او گشته باعث ایمان من. بهترین بعد از خدای، شافعی روزی جزایی، مقتدای انبیایی، وردی دوستانی خدایی. از این گذشته بعضی نکسوش طعنه ها میزنن، دشنام حقارت ها میکنن، عکس صورت ها را واژگونه کرده و در یوتیوب میپرتوین. میمون بازی و مسخره بازی همه گمان میکنه که همین به فایده اسلام است و خدا قسم بر زیان است. بدبخت برای تو را تلویزیون را دادیم، تا تلویزیون هر وقتی که بخواهی، هر ساعتی بخواهی، 24 ساعت در یک شبانه روز گپ میزنی. چرا اندیشه نمیکنی که شاید جایی باشه که همه امکانات دسترس نباشه؟ از تلویزیون گپ زدن نشود، امر به معروف گفتن نشود، با واسطه رادیو گفتن نشود، داستوب نیست در هر مورد در هر موضوع گفتن نشود. آخه خدای تعالی همین نعمت داده است. الحمدلله رب العالمین. همه عالمای دیار ما همین را به مورد استفاده میبرند. شکر کردن در کار. با خدا قسم یکی از سبب‌هایی که مسجدان پر شد، یکی از سبب‌ها که خرد بزرگ به مسجد رو آوردن، به طاعت عبادت رو آوردن، یکی از سبب‌هایی که اکثری زنها سطر پوشیدن در ابتدای کار این مولودها بود. یادتون است؟ در مولود همه میرود. در مسجد اگر فقط نمازخوان برود و امر معروف و مشکل با نمازخوانان هم اکثرش 10 رقم یک میکنن و میرود روز جمعه. اما در مولود صحبت میشید از برای خدا، از سخنای پیغمبر، از قول پیغمبر، از فعل پیغمبر، صفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای مردم بیان میشید. قدر زر از زرگر میدونم. وقتی مردم فهمیدن ندار ای بچه سبحان الله، من دعوای امتی محمد صلی الله علیه و سلم میکنم، چه نداری از محمد رنگ بو، یگان رنگ بوی از محمد صلی الله علیه و سلم ندارم. این فرد روز قیامت من چیکار میکرده باشم؟ چیزی را نشناسی و ندونی، شما قدرش میرسی. ولی بابای خواهی که جای درشیده بعد ها قیام خنده گوتین خورد است میدونه دم ازش چی داره؟ بسیار فاسون هایده قیمت های این توریتسکی های اگر من که نخوردم به خروشتم چی میدونم با خیال میکنم همه قند که قند یک قندی بودی های همین قدر محمد صلی الله علیه و سلم و کسی میدونه و کسی قدر شناسی میکنه که از حیات حضرت با خبره، از خدمت های شایستش با خبره، میدونه که این چقدر منزلت داره نزد الله عزوجلال،
میدونه که اگر فرد روز قیامت شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم نباشد روش سیاه بشود. میدونه که هر کسی از امتهای محمد صلی الله علیه و سلم اگر چنده که بهترین امتها هستند و خبر قرآن، اگر فرد روز قیامت شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم نباشد در مناقشه افته البته